آخرین عکس خودت و اگر اشتباه نکنم قاسم جان. استاد قاسم، ما بعد از فامیل خود، بعد از برادرای خود، استاد قاسم به عنوان یک برادر من هستم. بعد از فامیل و بعد از برادرای ما استاد قاسم رفیقم نیست. رفیق را میتونی همراهش بیرون بری غذا بخوری، رفیق را میتونی همراهش که روزای بعد در کنار، ولی این فامیل ما هستم. ما به عنوان یک 10 سال مکمل است در روزایی که هیچ کسی در کنارم نبودی، جوان در کنارم بود. روزایی بودن که حتی هیچ کس خبر نمیشد که موزه مریض است، ولی خبر میشدن، بیخبرانه از ما سر میزدن، همیشه از ما سوال میکردن که چی لازم داره، کی تو را ناراحت ساخته، پیسه لازم داره نداره. اگر بیرونم یک لباس خریدن، اگر این میره یا ما میرم، اگر ما یک لباس میخرم برای هر دو تایم میخرم. هیچ موقع ای تنها برای خود لباس نخریده، ما برای خود همیشه دو جور را میخریم. چون در یک جای کار میکنیم، در یک جای درس خواندیم. یک جوان بسیار خوب درس خوان، یک جوان بسیار درس خوانی هست دیگه، بچه خوبی است.